گفتن یا علی مدد یا حسین شرک است. شما چرا متوسل می شوید به غیر خدا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از خدا کمک بطلبید. چرا یا علی مدد میگویید و از علی مدد میگویید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن یا علی مدد یا حسین شرک است. خیلی وقتها این شبهه وارد می شود که شما چرا متوسل می شوید به غیر خدا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از خدا کمک بطلبید. چرا یا علی مدد میگویید و از علی مدد میجویید؟ من این شبهه را از 4 جهت بررسی میکنم و خدمت شما عزیزان در حد توان عرایض را عرض میکنم. اما اول از نظر عقل. عزیزان، عقل ذاتاً و عموماً حکم بر این میکند که تمسک جستن و کمک طلبیدن از غیر خدا شرک نیست، و الا اگر از غیر خداوند کمک جستن شرک باشد باید رفتن نزد دکتر شرک باشد، از دیگری کمک خواستن شرک باشد. شما ببینید عزیزان، عالم اسباب و مسببات است. اغلب امور انسان نیاز به وسائل و وسائل و متوسل شدن به یک سری امور دارد. اگر ما به یک موردی متوسل نشویم نمیتوانیم آن کار را به طور احسن انجام بدهیم. فلذا چرا وسائل و وسائط مادی از نظر عقل شرک نیست، اما متوسل شدن به وسائل و وسایل معنوی شرک باشد؟ خیر، چنین نیست. همانطوری که متوسل شدن به وسائل و وسائط ماده شرک نیست، مثلا شما نزد دکتر میروی، دارو میگیری، دوا میگیری و شفایاب میشوی، همونطور وسیله قرار دادن وسائل و وسایل معنوی هم شرک نیست از نظر عقل. و اینکه عزیزان، اگر شخص بیاید بگوید که قبول، اما شما چرا مستقیما از خداوند طلب کمک نمی کنید؟ چرا مستقیما از خداوند طلب نمی کنید؟ چرا وسیله قرار می دهید؟ چی نیازی به وسیله و وسائط هست؟ چرا قرار نمی دهیم؟ ما خیلی وقتها خداوند متعال را مستقیما مخاطب قرار می دهیم و از خداوند متعال درخواست می کنیم. اما این وسیله و توسل جستن نفی توحید نمی کند، بلکه رابطه بین عبد و معبود، بین بنده و خداوند تبارک و تعالی را تکمیل می کند. فلذا هیچ مشکلی از نظر عقل نسبت به توسل جستن و وسیله قرار دادن در درگاه خداوند نیست و عقل این را اثبات می کند. پس با عقل ثابت کردیم که وسیله جستن و توسل جستن به جانب خداوند تبارک و تعالی شرک نیست، بلکه عین توحید است و تکمیل کننده رابطه بین عبد و معبود، بین بنده و خداوند تبارک و تعالی.